امنیت منطقه خلیج فارس منفعت مشترک کشورهای خلیج فارس است. خلیج فارس ناامن برای همه ناامن خواهد بود. خلیج فارس برای همه ناامن خواهد بود. اون کسی که باید این امنیت را حفظ کند اون کسانی هستند که خلیج فارس مال اونهاست، متعلق به اونهاست، خانه اونهاست. خلیج فارس خانه ماست. امروز منطقه خلیج فارس و دریای عمان با وجود حضور نامطلوب و مضر ناوهای کشورهای مختلف، اروپایی و آمریکایی در این منطقه، یک منطقه آزاد مستقل متکی به نفس است، به خاطر حضور جمهوری اسلامی و ایران سربلند و ملت مقتدر کشور عزیزمان. این مجموعه خلیج فارس میتوانه با یک سیاست خردمندانه و عاقلانه جمعی و به سود همه کشورهای حاشیه خلیج فارس به خوبی اداره بشه. عنصری که این حرکت درست را، این حرکت معقول را تهدید میکنه حضور بیگانه است و به طور ویژه حضور آمریکاست در منطقه. خلیج فارس، دریای عمان، اقیانوس هند، بقیه بخش‌های دنیا، تنگه‌های حساس دنیا، اینا مال آمریکا نیست. اینا مال صاحبانش. ملت‌ها صاحبان کشورهای خود. این قرن بازگشت ملت‌ها به هویت خود، به انسانیت خود و شکستن طلسم سلطه‌گری و سلطه‌پذیری باید.